ساعتی کتابی گوشه چمنی من میخوام به دنیا و آخرت نپیم اگرچه در پیم افتن هر اون که کنج قناعت به گنج دنیا داد فروخت یوسف مصری به کمترین ثمنی بیا که رونق این کارخانه کم نشود به زهد همچون تویی و به فسق همچون منی ز تند باد حوادث نمیتوان دیدن در این چمن که گلی بوده است یا سمنی ببین در آینه جام نقش بندی غیب که کس به یاد ندارد چون این عجب زمنی از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت عجب که بوی گلی هست و رنگ نسترنی به سر کوش تو ای دل که حق رها نکند چون این عزیز نگینی به دست ارمنی به صبر کوش تو ای دل که حق رها نکند چون این عزیز نگینی به دست ارمنی مزاج در تبع شد در این بلا حافظ کجاست فکر حکیمی